من خواجه عبدالقهار، یعنی در همین ساحه دین قریب 23 سال کار کرده دیگه هستم. بعضی یعنی خیانت هایی که در همون دوره ها یعنی حزب تروریستی نهضت اسلام کردگی هست به خاطر دارم. بعد از همین نشان دادن فیلم خیانت، چیزهای دقیقی که بیان کردن در اونجا درباره یعنی حزب تروریستی نهضت اسلام، مثال آشکارا فهمیدیم که در حقیقت یعنی اینها چقدر مثال برای دولت و ملت خیانت کرده هستند. یعنی حاجی های خارجی که اینها را دستگیری میکنن مثال انیق شد. باز همین نفرت من به همین حزب تروریستی نهضت اسلام بسیارتر شد. من بعضی چیزهاشون به خاطرم هست میخوام بیان کنم. در همون سالهای 92 که پیش از تشکیل نشدن همین میدان شهیدان و آزادی در همین جمهوری، مفتیات جمهوری یعنی تمام خطبای جمهور دعوت کردن، مجلس برگزار شد. در همونجا علمای پیشینه خیسته برای تشکیل نکردن همین میدان ها سخنرانی کردند که امروز ما باید دولت تازه بنیاد دستگیری کنیم و برای آبادی کشور سعی تلاش کنیم. به جای این مثال ما میگیم که میدان ها تشکیل کنیم و خلق دو طرفه کنیم، همین در کار نیست. بعد از مجلس مثال آوازار شد که مثال علماها این خطباها اینها منافق هستند، اینها اسلام دستگیر نمیخوان کردن، هم خیلی چیزهای گپهای مشمش هم پند کردن. حتی مهمان ها از خارج آمدن در کیسه های ویها کاغذها پیدا کردن که در حقیقت همین این خطبا همش منافق هستند. این چیزشون فهمیدیم. بعد که میدان ها تشکیل شد در همون خانواده من فعالیت میکردم، امام خطیب بودم. یعنی در همون وقت خطیبای خیانتکار هم بودن که برای میدان شهیدان مثال پول و مبلغ ها روانه میکردن. یعنی سببگاری تمام ناآرامی مثال جمهوری از همون وقت تا حاضرم همین سببگارش حزب تروریستی نهضت اسلام است. این روز هم از خارج ایستاده مثال سنگ زده ایستاده است.